سلام دوستای عزیز، به چینل یوتیوب اینتگرو خوش آمدین. اینجا ما با هم یاد میگیریم که چطور کارهای اداری آلمان به راحتی و بدون کمک سوسیال خودمان انجام بدیم. در این ویدیو میخوایم براتون بگویم که چطور فرم کیندرگلد یا کمک هزینه کودک را با زمینش انلاگ کیند میتونین خودتان خانه‌پری کنین. کیندرگلد مخصوص تمام خانواده‌ای است که در آلمان فرزند دارند. دولت آلمان به هر کودک مبلغ ماهانه حدود 255 یورو کمک میکند. برای درخواست یک تا انترگ اف کیندرگلد یا فرم اصلی و انلاگ کیند فرم زمینی کودک باید خانه‌پری شود و همراه بعضی اسنادها به دفتر فامیلین کاسه فرستاده میشه. حالا میپردازیم به موضوع اصلی خانه‌پری فرم درخواست. بخش اول شماره کیندرگلد است که اگر قبلا دریافت کرده باشین نوشته میکنید. بعدش هم شماره موبایل که نوشتنش اختیاری است و تعداد فرزندایی که برشان کیندرگلد درخواست میکنین. بخش اول فرم مربوط به اطلاعات شخصی شما میشه که از نمبر شناسایی مالیاتی شروع میشه و اگر نداشته باشین میتونین از راه منطقیتون بگیرین. بعدش هم اسم خانوادگی، عنوان، اسم، نام قبلی اگر داشته باشین، تاریخ تولد، مکان تولد، جنسیت، ملیت و آدرس خانه. قسمت هم حالت مدنی، مجرد یا عروسی شده و غیره همراه با تاریخش. در شماره دو هم مشخصات همسر درج میشه که باز هم اسم خانوادگی، اسم خودش، عنوان، تاریخ تولد، ملیت و نام قبلی و آدرس خانه اگر جدا زندگی میکنین. خب قسمت سومی هم مربوط به مشخصات بانکی است که از شماره ایبان شروع میشه که روی کارت بانکتان نوشته است و کد BEC که کد بانکیتان است و همچنان روی کارت بانکتان نوشته می باشه و اسم بانک هم لازم است که نوشته کنین. میشه نوشته میکنم دایچه بانک و اکاونت مربوط کی میشه. شماره 4 مشخصات وکیل مدافع یا وکیل مالیاتی اگر داشته باشین نوشته میشه. در شماره 5 مشخصات فرزندایی که برشان فعلا کیندرگلد میگیرین. لطفاً برای هر طفل جدید که کیندرگلد نمیگیرین باید زمینی کودک یا انلاگ کیند خانه‌پری کنین. اسم کودک، تاریخ تولد، جنسیت و فامیلین کاسه و شماره کیندرگلدی که برشان کیندرگلد دریافت میکنین درج میکنین. در شماره 6 هم مشخصات فرزندتانه که کسی دیگه برش اگر کیندرگلد دریافت میکنه. در قسمت آخر هم تاریخ روز نوشته میکنین و بهتر است که پدر و مادر هر دو این فرم امضا بکنن. دوستا این فرم تمام شد و میریم به فرم بعدی انلاگ کیند و براتون میگم که زمینه کودک چه رقم خانه‌پری میشه. خب دوستا اگر ویدیو براتون مفید بود لایک کنین و لطفاً سابسکرایب یادتان نره. در کامنت نوشته کنین که در ویدیوهای بعدی کدام اسنادها را براتون آماده کنم. من تلاش میکنم که کارهای اداری آلمان بسیار به طور ساده و قابل فهم براتون آماده بسازم. در این فرم مشخصات کودک اضافه میکنین. اول از اسم فامیلی، بعد اسم خودتان، شماره کیندرگلد، تاریخی که فرم اصلی را خانه‌پری کردین و تعداد انلاگ کیند برای چند طفل که تقاضا میکنین. بخش اول مشخصات فرزندتان است که از شماره شناسایی مالیاتی شروع میشه. بعدش هم اسم خانوادگی، عنوان، اسم اولش اگر کدام نام تولد داره، تاریخ تولدش، مکان تولد، جنسیت، ملیت
و آدرس کودک اگر متفاوت باشه و دلیلش که چرا فرق داره. بخش دوم نسبت کودک با شما و همسرتان است، مثلا فرزند واقعی، فرزند خوانده، تحت پرستاری، اندری یا نواسه که من لیبلیش کند یا فرزند واقعی را انتخاب کردم. در پایین هم مشخصات والدین اصلی طفل نوشته میکنین. بخش سوم اگر فرزندتان بالای 18 سال است و آیا مدرکش ضمیمی فرم هست یا خیر. در بخش بعدی که 3.1 است، سوالای مربوط به مکتب، دانشگاه، آسپلدونگ کودک است. اگر چنین مورد است باید در این قسمت ذکر شود. ما فعلا از این بخش میگذریم. بخش 3.2 سوالات در مورد وضعیت شغلی کودک آمده، مثلا آیا کار میکنه، مینی جاب داره یا تحصیلاتش تمام کرده. ما در ویدیو و تمامش نخیر پاسخ میدیم. سوال 3.3 آیا طفل معیوبیتی دارد یا نخیر. سوال 4 شما یا شخص دیگر برای کودک نکل دریافت کردین یا نه. سوال 5 آیا شما یا کودک در 5 سال گذشته در بخش‌های دولتی کار کرده این یا خیر. و سوال 6 اگر شما یا همسرتان در 5 سال گذشته از سازمان‌های مثل اتحادیه اروپا یا ناتو کمک هزینه کودک دریافت کرده باشین. در بخش 7 اگر بر از این سازمان‌ها یاد شده کار کرده باشین انتخاب میکنین و پایین مشخصاتش درج میکنین. دوستا بالاخره رسیدیم با آخر فرم انلاگکند. تاریخ روز نوشته میکنین و تنها شخص درخواست دهنده امضا میکنه. خب دوستا رسیدیم با آخر و اسنادهایی که همراه فرمای کندگلد و انلاگکند باید بفرستین برای فامیلین کسی عبارت از کاپی پاسپورت، کاپی کارت اقامتتان، کاپی کارت تولد کودک که میشه که بود سکنده و قراردادهای کاری اگر فرزندتان کار میکنه. همچنان به شاید کندگلد اگر قبلا کندگلد دریافت کردین و تصدیق ثبت خانه یا آدرس از شهرداری برای توسط منطقیتان. دوستا دیگر نیاز به سوسیال نیست، خودتان میتونید تمام کارا را انجام بدین. اگر سوال دارین در کامنت ها بپرسین، حتما جواب میدم. و اگر ویدیو خوشتان آمده لطفا لایک کنین و سابسکرایب از یادتون نره. فعلا روز خوش، اوقات خوش، خداحافظ، موفق باشید.